سلام دوستان خوبم. من تجربه‌ای در یوتیوب ندارم و اگر پستی میذارم فقط قصدم اطلاع رسانی و اینه که اون شرایطی که خودم تجربه کردم و خانوادم واقعا آسیب دیدن و خودم چقدر استرس بهم وارد شد، نیتم اینه که این تجربیات در اختیار عزیزانی که درگیر این کنسر هستن بدونن و مطلع باشن، وگرنه نه من از نظر جسمی توانشو دارم، نه از نظر فیزیکی ظاهری، از نظر حال و حوصله واقعا توان ندارم که ویدیویی بگیرم. ولی فقط نیتم این بود که اون دردهایی که خودم کشیدم یه جوری باشه که منتقل نشه، دیگه تکرار نشه. اولا که امیدوارم این بیماری کاملا ریشه کن بشه، واکسنش یا هر داروی دیگه ای هست که کاملا ریشه کن کنه این بیماری رو که واقعا خانواده ها و خود بیمار در عذابن. خواستم اینجا بگم که اگر ویدیوهای منو لایک نمی کنید و یا کیفیتش پایینه یا حمایت نمی کنین، اولا که من واقعا به حمایت شما نیاز دارم به عنوان یه بیمار سرطانی که در حال مبارزه است و هر کامنت شما میتونه انگیزه و امیدی رو در من ایجاد کنه و که ادامه بدم این راه رو، چند سالی در خدمت بچه ها باشم و اون رسالتی که خدا در وجودم گذاشته، رسالت مادر بودنم رو تا انتها انجام بدم تا اون جایی که میشه. اما خب عزیزان دریغ میکنن از لایک و کامنت و اینجور چیزا. به هر جهت روزی که من از بیمارستان اومدم خونه، از عوارض شیمی درمانی بخوام بگم، همون روز خوب بودم به خاطر داروهایی که زده بودن، تقریبا رو پا بودم. یادم دخترم که همراهم بود وقتی اومدیم خونه مریض شد، افتاد رو مبل و خودش کارش به بیمارستان و اینها کشید، چون اینقدر استرس داشت تو بیمارستان. همون شب دیدیم که ما یه نفر فوت کرد توی بخش، یه نفر دیگه شوک بهش دست داد، بردنش ICU و این بچه هم نیست، بودن 20 سالش بود، ولی خب ندیده بود این شرایط و یه حالت مثل شوک و اضطراب بهش دست داد. وقتی اومدیم خونه یه برادرش مواظبش بودن، بردن بیمارستان حالش خوب بشه. خدا تقریبا خونه رو انجام بدم و یه غذایی تا یه حدودی غذایی بذارم که فعلا اون کیان خانواده ظاهرش حفظ بشه. و خب بیحالی و درد و حالت تهوع و استفراغ، معذرت میخوام، اون دلپیچه ها، بیرون روی ها، اینا همه بود برای من.